خداوند می‌فرماید: لا اقسم بهذا البلد وانت حل بهذا البلد ووالد وما ولد لقد خلقنا الانسان في كبد. به درستی که آدمی را در سختی و رنج آفریدیم. خداوند ذوالجلال سوگند میخورد که ما انسانها در سختی و رنج، در مشقت و بلا آفریده شده ایم. این چنین در جای دیگر میفرماید: فلا اقسم بالشفق واللیل وما وسق والقمر اذا اتسق لتركبن طبقا عن طبق. که شما بعدی حال به حال خواهید رسید. حالی ما در این دنیا بین سلامتی و عافیت، ثروتمندی و فقر، خواری و عزت، امانی و ترس و دیگر بلاها و امتحانها چرخ میزند و باید چنین هم باشد. هیچ جای گریزی نیست. اینجا سوالی به میان می آید: چرا چنین است؟ آن ذاتی که ما را موردی چنین امتحانها قرار می دهد می خواهد ببیند که ما تا چه اندازه صبر داریم، آن همه درد و رنج را چگونه سپری می کنیم. هر یکی ما باید این 3 قاعده را استفاده بریم تا به اذن خداوند همه این رنج و مشقت‌های دنیا را پس سر کنیم. قاعده اول این است: بدان که در مصیبت تو تنها نیستی. اگر تو از فقر و تنگدستی شکایت میکنی، اینجا کسی است که از تو دیده فقیرتر است. اگر از بیماری شکایت داری، اینجا کسی است که بیماریش از تو دیده سخت‌تر است. و هر کی گمان کند که از بلاها امین میماند، پس بداند که او سخت در اشتباه است. هیچ کسی در این دنیا از بلا و مصیبت در امان نیست. اگر کسی هم از بلا امین می بود، بیشک آنها پیامبران می بودند. قاعده دومی: بدان که هر چیزی را که خداوند برای بنده اش تقدیر کرده است به حکمت نیست. این تنگ دستی که تو در آن قرار داری و این قرضی که تو را غمگین کرده است، حتما حکمتی دارد. گاها چیزی را خداوند در تقدیر تو نوشته است و تو آن را بد میبینی و نمیخواستی که آن مصیبت بالای تو آید. لیکن خداوند ذوالجلال با سبب این تقدیری نوشته اش برای تو، از این دیده سخت‌ترین مصیبت را از تو دور کرده است. از این سبب انسان باید ایمان داشته باشد و همیشه چنان حس کند که هر بلایی که بر سرش می آید حکمتی دارد و این برایش خیر است. خداوند آن بیماری که بر تو داده است یا بلایی که به آن گرفتارت کرده است، این برای خاتمه نیکی تو و آینده درخشان توست. قاعده سومی: حقیقت دنیا را باید دانست. اگر گمان کنی که در این دنیا می توانی از بلاها دور باشی، بدان که تو در یک خیال هستی. دنیا را نشناخته ای. خداوند این دنیا را پر از غم و بلا آفریده است. بلاهایی که بر تو می آید مثل گرمی و خنکی است. آیا تو می توانی از آنها پنهان شوی؟ بلا نیز چنین است. خداوند آن را در تقدیر ما نوشته است. از آنها راهی فراری نیست. ما اگر از بلای خارج شویم، بلای دیگری منتظر ماست و بلاها باید باشند و هر که این حقیقت را دانست در راحت است، زیرا درک کرده است که بلاها حتمی هستند. و اگر گمان کنی که تو امین میمانی، سخت در اشتباهی. تو نمیدانی که بلا کی می آید. اگر بدانی، برای آمدن آن خود را آماده میکنی. امروز مال از دستت می رود، فردا تندرستی از تو می رود، روزی سوم یکی از پیوندانت را از دست می دهی، روزی چهارم بلای بر زن یا فرزندانت می رسد. راهی گریزی نیست. اما اگر تو یقین کردی که دنیا داری بلاهاست، آسوده می شوی، آرام می گردی و می دانی که این تقدیر خداوند برای بندگانش است و این حقیقتی است که دنیا را با آن ساختند. ای کسی که به بلاها گرفتاری، بدان که هر مشکلی که خداوند بالای تو آورده است، از پی آن آسانی است. خوب فکر کن. هر مشکلی که آمد، حتما خداوند از پی آن آسانی را می آورد، بلکه 2 آسانی را، چنانه که خداوند می فرماید. پس بدرستی که با دشواری آسانی است. البته با دشواری آسانی است. خداوند ما را از جمله کسانی گرداند که هرگاه نعمتی داده می شوند شکر می گویند و هرگاه بلایی می آید صبر می کنند و هرگاه خطایی می کنند استغفار می گویند.